ассалому алайкум шунавандаҳои гиромӣ. гуфторамонро аз силсилаи хониши адабӣ оғоз менамоем. ба таваҷҷӯҳи шумо китоби якуми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон забони миллат ҳастии миллат таҳти унвони ба сӯи пояндагӣ дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хоҷамқул. гуфтори 21. اثر پیشوای ملت امامعلی رحمان زبان ملت هستی ملت کتاب ارزشمندی دارای خصوصیت انسیکلوپدی بوده از روی خصلت، موضوع، محتوا، روش تحقیق، نوگانی، دربرگیری مواد، دستبندی تاریخ تشکل، ساخت دستوری زبان تاجیکی، ارزیابی کلی مسائل زبان و ادبیات، دستاورد بی‌نظیر، تحقیقات پرارزش و صحیفه تازه در علم زبانشناسی زمان استقلال محسوب می‌گردد. ولی سؤالی پیش می آید که چرا چنین ترکیبات نسبت به دیگر زبان‌های معمولی آن دوره به مانند فارسی سغدی، فارسی خوارزمی و امثال آن پیدا نشد؟ دلیل پیدا نشدن چنین ترکیب‌ها شاید در آن بود که زبان دری نسبت به زبان‌های خویشاوند معاصر خود موقعیت خاص و صاحب امتیازات زیادی شده تا آن دم توانسته بود بسیار زبان‌ها و لهجه‌های محلی قلمرو نفوذش را در خود هضم و یا به گوشه‌نشینی مجبور کند. سرگذشت ترکیب فارسی دری در دوره‌های من بعد نیز بسیار جالب است. پیوند بین این دو کلمه آهسته آهسته به جایی رسید که لغت اصلی زبان دری به گذشت ایام از پس اصطلاح فارسی برداشته شد و دیگر این زبان را که در اصل همان زبان دری بود به شکل زبان فارسی به کار بردند. از این جهت از عصرهای 15 به این طرف در آثار خطی باقی مانده کمتر اصطلاح فارسی دری دچار می شود. فارسی در مأخذها و منبعها نام زبان ما در شکل پارسی دری، معرب آن فارسی و فارسی دری وامی خورد. حالا برای روشن شدن مسئله پیش از همه باید در مورد دو اصطلاح ایران و فارس کمی بیشتر معلومات دهیم، زیرا چنین است که شاید شرح و تفسیر گوناگون این دو لغت در دوره‌های مختلف باعث بعضی نافهمی‌ها درباره نام زبان شده باشد. ایران نام سرزمینی بزرگ است که امروز یک قسمت آن با این نام یاد می شود. تا جایی که تحقیق شده است این اصطلاح از دوران ساسانیان باقی مانده و تا کنون همان شکل قدیمی خود را نگاه داشته است. در بعضی متن‌های باستانی در ترکیب ایران شهر نیز وامی خورد. چنین ترکیب از دو کلمه شهری پارتی به معنای کشور، مملکت و لغت فارسی ایران به وجود آمده است که
باز هم همان معنای کشوری ایران را دارد. فقط باید ایران تاریخی را که سرزمین بسیار پهناور را در بر می گرفت از ایران کنونی که معنای کشوری امروزی ایران را گرفته است فرق کرد. نام ایران از کلمه آریان به معنای منسوب به قوم اصیل و زورمند و غریب آری گرفته شده، گراماتیکای تاریخی آن را کشوری آریایی ها معنی کرده است. برای بعضی ها این مفهوم اطلان نژاد آزادگان هم بوده است. با گذشت زمان، با کمی تغییر و تبدیل و پیش و پس کردن حرفها به شکل آران، اران، ایران در زبان حاضره تاجیکی و ایران در زبان فارسی معاصر در آمده است. در بسیار مورد رسم شده است که فرهنگ، هنر، تمدن و هر آنچه که زاده اندیشه و دانش و هنری ساکنانی این سرزمین یک وقتها پهناور بوده است به صفت ایرانی نسبت می دهند. لغت پارس و یا معرب آن فارس باشد امروز هم مثل 2500 سال پیش نامی ولایتی است که در جنوب ایران معاصر واقع شده است. ظهور دو خاندان بزرگ و مقتدر هخامنشی و ساسانی نام این منطقه را چنان شهرت و عمومیت بخشیده که در عهد باستان تمام سرزمین های تابع این سلاله ها را پارس یا فارس می گفتند. از جمله همسایگان آنها یونانی و رومی ها، عرب و یهودی، سوریانی و ارمن ها که با ایرانی زمان سلطنت خاندان های هخامنشی و ساسانی رابطه نزدیک داشتند، تمام قلمروی پهناوری زیر نفوذ آنها را پارس، پرس و یا فارس می نامیدند و هر چیزی را که به آنها نسبتی داشت از جمله زبان ساکنان این سرزمین ها را نیز پارس، فارس می خواندند. قبیله های عربی یمن، سوریه، حجاز و بین النهرین هم که نسبت به دیگر طایفه های عربی به دولت ساسانی پیوند و رفت و آمدی بیشتر داشته سالیانی دراز هم تحت سلطنت ایرانی ها بودند، زبان مردمی ایران را از نام قوم فارس گرفته آن را زبان فارسی می گفتند. بعدتر در سده‌های اول اسلام زبان فارسی مطلق زبان جاری در بین موبدان زردشتی را می گفتند که تقریباً تا عصرهای دهم مرکز آنها در محلهای کوهستانی منطقه فارس بود. سیاحان و مؤلفان عربی این عهد زبان ناحیه های غیر فارسی این قلمرو را با نامهای زبان پهلوی، دری، خوزی، تبری، سغدی و خوارزمی در آثار خود ثبت کردند که به اندیشه محققان در اکثر موردها زبان را به جای لهجه و یا شیوه افاده نمودند. بنابر سبب صفت عام گرفتن اصطلاحی فارسی به معنای ایرانی این لغت می توانسته است به هر یک از این زبانها نسبت داده شود. در دوره‌های مختلف لغت پارسی، فارسی یا فورس به معناهای مختلف به کار رفته است. گاهی به معنای وسیع کلمه، یعنی قسمت خاکی وسیعی که در شرق سرزمین عرب نشین قرار داشت. مردم آن نواحی را
از نام منطقه فارس و زبان آنها را فارسی می گفتند. این نام از جهتی بود که عربها بیشتر با مظاهر فرهنگ و تمدن هخامنشی و ساسانی که از ولایت فارس برخاسته بودند شناختی تاریخی داشتند و همه میراث فرهنگی و تمدن ساکنان این حوزه بزرگ را به آنان منسوب می کردند. مفهوم کلمه پرسیه که در اروپا در عصرهای میانه معروف شد نیز همین معنا را دارد. جغرافیا نویسان و مورخان عرب به همین سبب هم گاه زبان فارسی را همچون زبان اهل عجم به کار برده آن را به چند دسته تقسیم کردند و زبان دری را شاخه از آن درخت بزرگ دانستند. و این سبب دانشمندی شهیر افغانستان عبدالاحمد جاوید تخمین می کند که اصطلاح پارسی دری شاید ناشی از همین مقوله باشد. ولی زبان فارسی به معنای خاص این عباره طوری می دانیم در ادبیات ما پهلویات یعنی زبان محل خاص، زبان ولایت شیراز را می گویند که تقریباً هیچگاه به شکل کتابت ندر آمده است. نمونه های از این لهجه ها در ترانه های بابا طاهر اوریان، ابیات در مثلثات سعدی و در بعضی اشعار حافظ باقی مانده است. علاوه بر دو معنی بالا، کلمه فارسی یا پارسی در طول تاریخ ادبی ما حتی تا امروز برابر با دری بوده و بسیار وقت فارسی به جای دری به کار رفته است. بعضی ها بر این باورند که در عهد ساسانی به سبب اینکه پارسیک به پهلوی ساسانی تعلق می گرفت اصطلاح دری غیر از لغت پارسی بوده، اما پس از اسلام این دو نام به یک مفهوم اطلاق گردید. همچنین باید خاطر نشان کرد که گاهی مؤلفان عرب اصطلاح زبان پارسی را جدا از دری نام بردند که در این حالت مقصودشان از پارسی گاه زبان پهلوی بوده و گاه پهلویات. مؤلف کتاب المعجم چنان که می‌دانیم گاه اصطلاح فارسی دری را به کار برده و زمان دری و پارسی را مرادفی هم نوشته است. کلمه پارسی به معنای سرود و آهنگ نیز هست و این شعر منوچهری در مورد یکی از آهنگ‌های قدیم به کار رفته است. یک مرغ سرودی پارسی گوید، یک مرغ سرودی ماوراء النهری. زردشتیان هند را هم که بیشتری آنان از یزد مهاجرت کرده اند پارس ها می گویند، ولی آنها لهجه خود را دری می نامند. در لغت فارسی اسدی توسی نیز کلمه پارسی به معنای زردشتی به کار رفته است، ولی در ادبیات ما خاصه شاهنامه کلمه پارسی به معنای مطلق ایرانی به کار رفته است. پارسی به معنای مجموعه عنعنه و سنت و حتی آداب و فرهنگ فارسیان نیز سابقه
دراز دارد. زبان فارسی امروز در جمهوری اسلامی ایران زبان رسمی و کارگزاری بوده تمامی بخش‌های حیات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور را فرا می‌گیرد. یک نهادی مخصوص با نام فرهنگستان زبان و ادب فارسی به تحقیق و پژوهش پهلوهای گوناگون رشد زبان فارسی مشغول است. مؤسسه و ساختارهای گوناگون دیگر در برابر این فرهنگستان به گسترش زبان فارسی در داخل و خارج ایران مساعدت می نمایند. خلاصه همگرایی این گونه های زبان یعنی تاجیکی و دری و فارسی در بخش های گوناگون پژوهش های زبان شناسی مخصوصاً در بخش همگونسازی اصطلاحات علمی و فنی یک امر ناگزیر و واقعی است. شاید در آینده از میان صدها سرچشمه و منابع نادیده و ناخوانده و یا در بایگانی عظیم تاریخ آریا تباران اخبار و اسناد پیدا شود که بعض نظریه ها را درباره سرگذشت زبان ما و نام آن اصلاح کرده اندیشه های نو را به وجود بیارد. امید بر آن داریم که پیشوایان فکر و اندیشه و فرزانگان ملت امروز و فردای ما کمال احتیاط و ملاحظه را به کار میبرند تا اینکه در حل چنین مسئله های نازک و جدی اشتباه و خطای روی ندهد، مخصوصاً در باب زبان ملی و نام آن که مفهوم های مقدسند و مقدسات باید روشن، دقیق و ثابت باشد. باب سیوم، زبان ما در دوره اصطلاح عرب و نخستین سلاله های ایرانی تبار. زیر فصل یکم، اصطلاح عرب و عاقبت‌های آن برای زبان و فرهنگ مردم ایران زمین. ساکنان عربستان در نیمه اول عصر هفتم میلادی بر اثر ظهور پیغمبر اسلام و آیین نو اسلام دوره اتحاد روحانی و قیام اعتقادی را از سر می گذرانیدند. دین نو با دعوت خود به برادری و برابری مسلمانان، قبیله های بدوی تا این دم به هم دشمن عرب را زیر لوای اعتقاد جدید به خداوند یک و یگانه متحد ساخته به آنها نیروی تازه روحانی بخشید و زمینه‌های اصطلاح عرب و پیروزی را به کشورهای همسایه از جمله دولت ساسانیان فراهم آورد. در کتاب سیوم تاجیکان در آینه تاریخ از آریان تا سامانیان ما تاریخی از جانب عربها اصطلاح گردیدن خراسان و ماوراءالنهر و انتشار اسلام در این سرزمین ها را با تفصیل ضروری بیان کرده ایم. با جلوگیری از تکرار مطلب های مذکور همین نکته را باید ذکر کرد که
در آستانه پیدایش و نفوذ اسلام در نهاد دولت بزرگ ساسانیان نشانه‌های ضعف و ناتوانی سیاسی و نظامی پدید آمده بودند. این امر پیش از همه نتیجه جنگ‌های طولانی و محاربه‌های پی در پی بیش از 20 ساله خسروی پرویز 589 628 با هیتاریان، ترکان و علل خصوص با رومیان بود. در برابر این ساسانیان از نیروی روزافزون عرب‌ها در غفلت ماندند و یا اگر از آن آگاه باشند هم به این نیروی نوظهور با چشم تحقیر نگریستند. مناسبت بی‌اعتنایانه خسروی پرویز به نامه پیغمبر اسلام و سفیر او این قضیه را تصدیق می کند. پس از خسروی پرویز مناقشه های خانوادگی ساسانیان شاهنشاهی را به دام بحران شدید سیاسی و ورطه فنای دولتداری کشید. تصادف نیست که تنها در طی سالهای 632 میلادی به تخت شاهنشاهی پی هم 10 نفر پادشاه نشست، برای آنها از عهده اداره دولت و گرفتن پیش راهی لشکری عرب برآمدن نتوانستند. پیغمبر اسلام و یاران او خلفای راشدین از ناآرامی دربار ساسانیان و کاهش اقتدار سیاسی و نظامی دولت آنها آگاه بودند و فتح ایران را در راه انتشار اسلام و گسترش نفوذ خلافت اسلامی خیلی مهم ارزیابی می کردند. از اینجاست که پس از مستحکم شدن پایه‌های اسلام در سرزمین عربستان، عرب‌ها در عهد خلیفه عمر ابن خطاب 634 به فتح قلمرو ساسانیان آغاز کردند. محاربه هایی که در میان سپاهیان آخرین شاهنشاه دودمان ساسانیان یزدگرد III و سپاه جنگ آزموده عرب‌ها 17 شوال سال 15 هجری 2 دکمبر سال 636 میلادی به وقوع پیوست 4 روز دوام کرد و با پیروزی مسلمانان انجام یافت. در نبرد دیگری که میان ایرانیان و عرب‌ها و نهاوند در سال 642 صورت گرفت، لشکر اسلام نه تنها پیروزی کامل به دست آورد، بلکه راه فتح مضافات‌های آخرین قلمرو ساسانیان را برای خود باز نمود. در طول سالهای 642 645 شهرهای همدان، ری، اصفهان، کاشان، قم، قزوین، کرمان و غیره فتح و تابع عرب‌ها گردیدند. در دوران خلافت عثمان ابن عفان 644 656 اصطلاح عرب به سمت خراسان دامن گسترد. سال 651 عرب‌ها ولایت نیشاپور را با مرکزش ابرشهر فتح نموده، سپس شهرهای جام، توس، مرو، ابیورد، نیسا، سرخس و ولایت هرات را با شهرهای بوشنج و بادغیس و اطاعت خود درآوردند. یزدگرد سیوم پس از محاربه نهاوند مجبور شد از یک محل به محل دیگر فرار کند و اخیراً در مرو قرار گیرد. اقدامات از هم گسیخته او با مقصد جمع آوردن نیروی نظامی از حساب ولایت‌های تا به حال از اصطلاح عرب امین مانده ثمره ببار نآورد، زیرا در آن ایام ماوراء النهر و قسم شرقی خراسان با ملک‌های زیادی مستقل و نیم مستقل تقسیم شده، زمینه
و عامل‌هایی که پریشانی و پراکندگی سیاسی این سرزمین را بتوانند به اتحاد یگانه ضد استیلاگران تبدیل بدهند وجود نداشتند. از اینجاست که کوشش‌های یزدگرد نیز بهر ایجاد سد در برابر سیل هجوم عرب‌ها ثمره نبخشید و خودش نیز ماه ایول سال 651 در آسیاب در نزدیکی شهر مرو با فرمان خائنانه حاکم این شهر کشته گردید. با همین سلسله دودمان ساسانیان قطع گردید و شاهنشاهی 425 ساله آنها از بین رفت. پس از این عربها آهنگ ماوراءالنهر کرده شهر مرو را قرارگاه لشکر و مرکز آمادگی خود برای غصب این سرزمین قرار دادند. در دوران خلافت امویان عربها تا آخر سده 7 میلادی چند مراتب به بخارا سالهای 674، 676، 681، سمرقند سالهای 676، 680، 681، خودتل سال 679 و نواحی دیگر لشکر کشیدند، ولی این لشکرکشی ها بجز از غنیمت ها و موفقیت های موقتی و غیر ثابت منفعت دیگری به عرب ها نآوردند. تنها در نیمه اول عصر هشتم به آنها میسر گردید که حاکمیت خود را در نتیجه جنگ های شدید بالای مردم بخارا، سمرقند، خوجند، سوغ، تخارستان، ختلان و نواحی دیگر بر عوض قربانی های زیاد استقرار ببخشد. همین طریق ماوراءالنهر نیز بعد گذشت 100 سال از کشورکشایی های عرب ها تابع خلافت گردید. لازم به تأکید است که تفصیلات و جزئیات تاریخ اصطلاحی سرزمین نیاکان ما از جانب عرب ها در کتاب تاجیکان علامه باباجان غفورف، آثار شرقشناسان روس و اروپایی و تحقیقات مورخان تاجیک و ایرانی و چنان که قبلا تأکید کردیم در جلد 3 کتاب تاجیکان در مسیر تاریخ از آریان تا سامانیان ذکر شدند. اینجا می خواهیم به جنبه‌های عبرت بخش و آموزنده تاریخ دوره اصطلاح اشاره نماییم. شما گفتار 21 را از روی کتاب یکم اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان زبان ملت هستی ملت تحت عنوان بسیاری پایندگی در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجمپول شنیدید. کارگردان شیرعلی نزلی، صدابردار نگینه خیرالله. پایان گفتار از سلسله خوانش ادبی.